تو وضعیت درب و داغون خامنه‌ای یک هیئت مماشاتی از اروپا اومد تا یک تنفس مصنوعی به صیدلی بدن، اما این تنفس مصنوعی در واقع تبدیل به حناق شد و توی این سگ‌دعواهای جونورای نظام بیشتر مسئله بالا گرفت و بیشتر به جون هم افتادن. رفسنجانی هم که این روزا یه خیز پادشاهی تو نظام رو برداشته، از جفتک‌های حریف بی‌نصیب نموندی وسط. داستان انقدر خب جنبه‌های مضحک در صحنه سگ‌دعوای درونی آخوندا داره که خیلی مشکله که کسی بخواد اصل قضیه رو که چی بود و چی شد در یکی دو دقیقه بگه، چون هر طرفش پر از داستان‌های خنده‌دار از وضعیت پتال رژیم و خب در رأس این هم داستان خامنه‌ای. اما من تلاش خودم رو میکنم در یکی دو دقیقه. یک هیئت پارلمانی اروپایی، رژیم میخواست دعوت بکنه که بیان به تهران برای بزک کردن چهره و سنبل کردن انزواش. به اعتراف خود رژیم از 7 سال پیش، یعنی 7 سال مذاکره میکردن که اینا بیان. قانون آدمیزادیش اینه که میرن سفر ملاقات میکنن که توش مذاکره بکنن، قانون آخوندیش اینه که مذاکره میکنن که ملاقات بکنن، که البته اون رو هم خراب میکنن. شیخ فری که رئیس جمهور شد به فرمانده رفسنجانی یک بندوبستی با علی لاریجانی رئیس استبل مجلس رژیم کرد، اونم پای داداش قاتلش رو کشید وسط. حالا برای اینکه قاطی نشه بگم که چون دو تا داداش قاتل، چند تا داداش قاتل داره، منظورم رئیس قوه جنایی رژیم نیست، اون یکی تئوریسین سنگسار محمد جوادشون میگم. یه تاییدی هم از اون گرفتن برای ملاقات‌های هیئت، ولی هنوز هیئت تو تهران بود که جنجال به پا شد. کار به احضار سفیر یونان کشید. روزنامه‌های ولی فقیه هم که دنبال بهانه بودن، همونایی که تو جنگ گورکا سایه رفسنجانی با تیر میزدن، یهو شدن دلسوزش که چه نشسته اید که خانم عضو هیئت به رفسنجانی بی احترامی کرده و جلو پاش بلند نشده. هیئت اروپایی که اومد تهران بعضی جاها خانم رئیس هیئت عرف دیپلماتیک رو رعایت نکرد مثل اینجا. ببخشید اگه پروتکل برای شما روشن نبود، پس چجوری این همکارای شما بلند شده بودن؟ شما هم لم داده بودی؟ حالا اینها بماند. وقتی هیئت جاهایی رفت که بهش ربطی نداشت، کی بود شروع شد. وزارت خارجه بوده. مجلس انداخت گردن وزارت خارجه. وزارت خارجه هم گردن نگرفت، در حیطه وظایف ما نبوده. اون وقت این وسط معلوم شد توپ جناب اردشیرخان لاریجانی شوت کردن. آقای دکتر محمد جواد لاریجانی موافقت کردن با ملاقات با اینها. کار به دادستان کل کشور هم کشید. اگر کسی هم در این خصوص صحبتی کرده، از منظر و جایگاه مسئولیت خودش بوده. این نظر قوه قضاییه نبوده. اونا متقابلا نه گذاشتن و نه برداشتن. یکیشون مصاحبه کرد، گفتش که بی احترامی رو خودتون کردین که تو فرودگاه به زور روسری سر ما کردین و وقتی هم که از تو خود ساختمون مجلس اومدن به سایت خودم مراجعه بکنم دیدم فیلتره. خلاصه جنگ و دعوای داخلی نظام آخوندی باز هم بالاتر گرفت، اما ماها به زمین کوبیده شد، دندانها پاچه ها رو گاز گرفت و حرفای نزده جاهای دیگر رو هم اینجا زدن، از جمله در مورد خفت و خواری در برابر غرب با کلماتی توی رسانه‌هاشون به هم دیگه زدن و پته هم دیگه ریختن رو آب که واقعا حتی به صورت سربسته نمیشه گفت، یعنی فرهنگ خلص لومپنی و آخوندی. خلاصه در سرتون ندم، سفری که قرار بود برای رژیم مسئله حل بکنه شد فضاحت اندر فضاحت و قوز بالا قوز. شد غلامی که آب جوی آرد، آب جوی آمد و غلام ببرد. در مورد رژیم شاید بهتر باشه بگیم جام زهری که خامنه نوشید، ریح و روح از نظام عظما برد، نه فقط سرکشید زهر ژنو، بعد هم شکر فراوان خورد. اگه اهل قصه نیستی ای که